این گزارش که 20 روز پس از حادثه‌ای که انتشار خبر آن مردم خشمگین را به مقابل دادگستری خمینی شهر کشاند، رئیس پلیس آگاهی این شهر میگوید قربانیان خود مجرمند. روز دوم خرداد ماه خبری در چند سایت داخل ایران منتشر شد که اعتراض و ناباوری اهالی خمینی شهر را برانگیخت. 12 تن از اراذل و اوباش در یکی از روستاهای نزدیک خمینی شهر به یک مهمانی خصوصی که در باغی برگزار می‌شده وارد شده و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اتاق به تعدادی از زنان و دختران تجاوز کردند. به گفته سایت‌های داخل ایران، یکی از زنان قربانی در حالی که باردار بوده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یکی دیگر از قربانیان نیز دختری 12 ساله بوده. پس از انتشار اخبار این حادثه، تعدادی از اهالی شهرستان خمینی شهر با تجمع در برابر دادگستری این شهر خواستار برخورد جدی با این افراد شدند. در عین حال، در حالی که مسئولان قضایی اصفهان از دستگیری 5 نفر از 12 متهم پرونده، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده زیر نظر رئیس قوه قضاییه و برخورد شدید با متهمان سخن راندند، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان قربانیان این تجاوز دست جمعی را در مورد وقوع جرم مقصر دانسته است. سرهنگ حسین زاده به خبرگزاری ایسنا گفته که به اعتقاد پلیس بسیاری از بزهدیدگان خود موجب بروز پدیده مجرمانه میشوند، به طوری که اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند. اصلا شنیدن این خبر خشم عمومی رو برمی‌انگیزینه و اینکه وقتی یک مأمور آگاهی اینجوری حرف میزنه و دفاع میکنه از این متجاوزین، این به این معنیه که انگار اگر که من یک غذای خوشمزه توی خونم پخته باشم که بوش بیاد توی خیابون، یک آبری از خیابون رد بشه، حق داره بیاد در خونه رو بشکنه بیاد تو و غذای منو بدزده و خود من هم زخمی بکنه. چرا؟ برای اینکه من یک کاری کردم که اون رو تحریک بکنم. این نمیشه. این وضعیتی که اینها دارن فقط نشون دهنده این هستش که یک ارتباطی بین مأمورین آگاهی، نیروهای آگاهی، نیروهای انتظامی و بین اراذل و اوباش هست و اینها دارن به همدیگه از این طریق در واقع باج میدن، حمایت میکنن از همدیگه و این حمایت شما توی تظاهرات خیابونی میبینید. همین اراذل و اوباشی که تجاوز میکنه به یک زن توی مهمونی، همون اراذل و اوباش میاد توی خیابون و مردم رو میزنه و مأمور آگاهی وای میشه کنار میذاره ایشون این کارش رو انجام بده به دلیل اینکه با همدیگه زد و بند دارن. اینها همه زد و بندای پشت پرده است. نحوه رسیدگی به تجاوز دست جمعی در خمینی شهر حتی انتقاد شدید امام جمعه این شهر را نیز برانگیخته. موسی سالمی امام جمعه خمینی شهر در خطبه‌های نماز جمعه 13 و 20 خرداد از عدم قاطعیت مسئولان در برخورد با جرایم و اجرای قانون انتقاد کرده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.